کی همین تاجیکای ما فیلم سازی رو یاد گیرن. هم خیلی نگاه کنید ما چه خیلی یاد گیریم وقتی که مناسبت سلام علیک. نه ما صبح سینما کتی نه. برعکس از نقش آفرندگان مبلغ طلب میکنن که این فیلم رو مشهور میکنند. مبلغ زیاد، مبلغ همون قدر زیاد که 5 ساعتی وقتم رو با تماشای همین فیلم شما صرف کنم چی داده میتواند به من؟ با این کار ما برعکس ضرر میرسانیم. این صحبتای ما پس از چند سال یک افسانه مینماید. این سوال شاید به خوابهای شما در آمده باشد که کی میبرد فیلم، کی میبرد، کی میبرد؟ آب و ادا شده با مویزی خشک تبدیل یافت. انا در شیفت آویزم. با انگوری امسالا رسیده میویم. پروا نکنید. کاش که می آمدی بچم، کاش که. پیشنهاد با بیننده یوتیوب کانالی اهراری چنل میخواد که تجارتتون دوچند و دهچند رشد کند. پس ما میتوانیم که در سال 2024 همه نمودی رکلامه های شما رو در داخل برنامه همون جای دیم و برای پیشروی تجارت شما چند کرته سهممون رو گذاریم. پس اگر خواهید که رکلامه های شما در داخل برنامه های ما باشد با این رقم ها زنگ زنید. در بین هموطنان ما هستند نفرانی که همیشه فیلم های تاجیکی رو تنقید میکنند و میگن که تاجیکای ما از عهده فیلم سازی نمیبرند، کی همین تاجیکای ما فیلم سازی رو یاد گیرند. همین گونه سخن ها، همین گونه اندیشه ها همیشه به فکری آنها دور میزند و همین گونه سخن رو همیشه وردی زبان میارند. با آن خاطر که این جاده، این راه و این کسب چی مشکلی ها دارد، چی معما دارد، ما در صحبت امروزینه امون متخصصی همین جاده رو دعوت کردیم. قرار داریم در آغاز سال 2024 و باید هم قید کنیم که این اولین برنامه ما از تالاری مخصوصی مرکزی استоматологии صدف در سال 2024. درود بینندگان عزیز و ارجمند، در مهمانی برنامه ما فرهاد غفارپور. السلام علیکم. سلام، درود به شما. خوش آمدید. زنده باشید. تشکر. خرسند هستیم که در آغاز سال در مهمانی ما حضور دارید. زنده باشید. منم بسیار خرسند که آغاز سال از موضوع سینما سر می شود و کاش که امسال یک سال شود که همه توجه ها جانب سینما شود و سینما هم یک جزء زندگی مردمی ما شود. نظرم سینمای تاجیک. سلامت باشید، سلامت باشید. طرفدار هستیم با گفته‌های شما و جانبدار هستیم که بگذار همین جا رشد کند. مثل که مردم با فیلم های دیگر مملکت هوس میکنند، تکرار به تکرار تماشا میکنند، بذار همون روزها فرا رسند که فیلم های خودمون رو تکرار به تکرار تماشا کنند. این روز فرا میرسد البته، اما این همین خیلی اگر ما منتظر شویم که همین روز فرا میرسد، اون روز فرا نمیرسد. برای آن که اون روز فرا رسد ما باید سهم داشته باشیم در این کار. اگر ما منتظر شیم که خب اونجا یک نفرای هستند کیمکی های و برای ما سینمای خوب میسازند و ما بعد تماشا میکنیم، اما امروز که حالی خوب نیست ما تماشا نمیکنیم، این آن روز را نزدیک نمی کند. برای چی؟ برای آن که سینما این یک چیزی هست که این از آن مردم است. این مناسبت مردم و سینما این باید دو طرفه باشد. سینما برای آدما کرده می شود، ساخته می شود و آدما باید به این توجه داشته باشند. مثلا در تمام دنیا میدانیم، ما هم میدانیم که سینما بیزنس از سینما پول کلان کار میکند، پول زیاد دارد و تمام مردم به همین توجه دارند. هندوستان، گالیوود، حتی همسایه ما ازبکستان، ترکیه، ایران، برای آن اونجا به سینما رشد کرده است که مردمی همون کشور به این سینما علاقمند هستند، با این سینما رابطه دارند، به این سینما توجه دارند. سوال عادی به شما کی
به فکر خودتان. من مثلا شما برای سینمای تاجیک یک بار تماشا میکنید فیلم تاجیکی؟ با پررگی باری هم تماشا نکردم. برای چی نه؟ برای که شاید فیلم ها نتوانست توجه ما رو به خودش جلب کنند. درست، این گپتان درست. یعنی شما انتظارید که فیلم ها زور شوند و بعد توجه شما جلب کنند و شما بعد تماشا کنید. شما در همین وای چی کار کردید برای رشد سینمای کشور؟ من همچون یک مثلا شهروندی نگوییم که مثلا کارمندی همچون شهروند کاری نکردم. مثلا به فکر شما چی کار از دستان میبیاد؟ چی کار کردنتان ممکن؟ چی کار کرده میتوانید؟ من درست که مثلا مالی کمک کرده نمیتونم. شاید از عهده نقش آفری هم نبرایم در فیلم ها. چی کاری دیگر کردنم ممکن؟ یگانه کاری کرده میتونم مثلا همین کسبی خودم رو، همین هنری خودم رو میتونم استفاده برم و سینماگران رو مثل که امروز شما رو دعوت کردیم هم نفران رو دعوت کنیم صحبت رو. شما اگر مثلا برای تبلیغ سینما یک کار کنید و بعد مردم درباره این سینما صحبت میکردگی شوند و سینما یک جزء زندگی ما شود، اون روز بعد سینماگرا میدانند که همین کاری که اینا میکنند برای کسی در کار است. مثلا اکثری بچه هایی که تا امروز همین صاحب کار میکنن، ما 1000 سالی عمرم همین صاحب گذشته ایستاده است، ما همیشه ذهن ما همین است که این مردم به درکار نیست این چیز. فقط این ما هستیم و بعد بچه ها این یک نفرایی هستند که میخواهند که در اینجا سینما باشد و نوبسته از همه مشکلی ها وقتشون صرف میکنن، عمرشون صرف میکنن، فیلمشون میدونن که مبلغ نیست، این نیست، به هیچ کس در کار نیست، اما از بس که این مردم میخواهند همینجا سینما باشد اینا خودشون رو قربان میکنن. من یک مثال میبرم. خب این مثال برای آن میبرم که این گپم چی شود؟ تصدیق شود. مثلا ببینید تا آن زمانی که سینما از مردم جدا میستد این رشد نمی کند. اما مثلا مثال عادیش توی امروزه از 10 سال پیش فرق میکند؟ بله. چقدر؟ اگر ما فهم کرده 20 سال گوییم. اگر با زبان مردم گوییم اگر از زمین تا آسمان. برای چی؟ برای چی امروز توی بسیار رشد کرده است؟ چون زمان رشد کرده ایستاده است. برای چی سینما رشد نکرد؟ زمان رشد کرد اما سینما رشد نکرد در ما. فقط در ما در برای خود ما قبض است. در تاجیکستان چرا سینما رشد نکرد اما توی رشد کرد؟ برای چی؟ برای چی؟ با خود که هر یک تویی که مثلا ما می رویم مسئول اساسی همون توی صاحبی همون توی میزبان اون میخواد که با واسطه همون تویش البته تا یک اندازه معین خودش رو نشون دهد. یا فکرم ما درست یعنی توی این جزئی زندگی هر یکی ما است. بله. و هر یک تای ما با توی مناسبت داریم از بس که همین چیز به ما عجیب است ما برای همین پول ولجیت میکنیم. مثلا فرض کنیم اگر 20 سال پیش توی ما فرض کنیم 10,000 سامان بگذارانده میتوانستیم، امروز هم ممکن است 10,000 سامان بگذارن اما نمیگذاریم برای آنکه ما راضی هستیم که اگر توی ما بهتر شد ما 20,000 50 100,000 سامان تیم. بله. یعنی ما برای رشد کردنی توی همه ما تمام ملت به قول رودکی ولجیت کردیم و ولجیت کرده ایستاده ایم. اما یگان تا ما برای رشد سینما خرج نکردیم. ما یگان بار تلاش نکردیم که کینوتئاتر برفته بلیت خریده تماشا کنیم. ما انتظار شدیم که که یوتیوب میبرد ما بی پول تماشا میکنیم. درست؟ پس چخیل باید این چیز رشد کنه؟ یعنی از نقطه نظر شما هر یک شهروندی کشور برای سینما باید کاری کند؟ از نقطه نظری من اکنون من باید کاری کند گفتنی من این نادرست است. شما در واقع قید کردید؟ من قید کرد من گفتنی هستم که تا آن زمانی که ما
برای همین چیز سهم میگذاریم اون وقت این چیز رشد میکند اون وقت این به افتخاری ما مبادل میشد یعنی تا آن زمانی که اینه بینه تازه مثلا سطح برنده ها سطح حافظا سطح موسیقی ما چقدر رشد کرد درست سطح ارنجراف که اون هر چیزی که به توی وابسته است حتی آرایش هر چیزی که به توی وابسته است رشد کرد برای آنکه همینجا پول هست بله از درآمد هست وقتی که و امروز همین چیز افتخار بوده میتونه مثلا ما میتونیم یک کیم کدام آمریکایی و نشان بدیم که ببین در تاجیکستان چه توی میکنند اما هیچ وقت ما افتخار کردن نمیتونیم که ببین در تاجیکستان چه فیلم میگیرن برای آنکه برای این ساحه باید آدما رشد کنند یعنی فیلم بردارا رشد کنند کسایی که فیلم میسازن این چیز باید عجایب باشد برای ویها و این کار بی‌مبالغ این بیزنس است تجارت فیلم تجارت است و به این نمیشه و از بس که در ما مهمترین چیز نیست سیستم نیست سیستم و سینما نیست یعنی در دیگر جا فیلم استحصال میکنند و یک گله خریدار هست برای فیلم تلویزیون ها خریدارن کینوتئاتر ها خریدارن و مردم کینوتئاتر میرد پول میتید میبیند مثلا در اینجا تلویزیون ها خریدن نمیتوانند بله استودیوها خریدن نمیخواهند 10 سال 15 سال پیش میشد استودیوها بودن مثلا میخریدن فیلم دیسک کرده میبرآوردن اما از بس که حقوق مؤلف حمایه نمیشد بله پیراتство هست پیراتا همه جای دیسک میگیرن استودیوها دیگر پول خراجاتشون رو برآورده نمیتونن و یعنی اول اینکه سیستم نیست خب دوم اینکه توجه عامه نیست اما من فکر میکنم که این روز میبیاد یگان روز میرسد که ما همه طبع ما خوش میشد دل ما تین میشد و بعد یادم میرسد که در دنیا یک چیزی هست فرهنگ و ما باید فرهنگ به توجه کنیم برای اینکه وای رشد کند و اگر فرهنگ رشد نکند پس ما نیست شده میریم خب شده سالاتایی که مثلا کار با از جهتی مالی بگوییم به ضرر اومده رسیده است فیلم تیار شد خرچه‌اش معین شد ما مثلا با کینوتئاتر ها گذاشتیم و دیگر راه و وسیله ها رو استفاده بردیم ولی بر ضمن همه این باز هم به فایده نرسیدیم هم مثالش همین فیلم 12 سال انتظاری است فیلم 12 سال انتظاری ما قرض بگرفتیم خب چند سال در وی کینوتئاتر ماندیم خب همه منتظر بودن که کی در تلویزیون کی در یوتیوب میبینیم بله پس از 1000 سالش یوتیوب برآمد از سبب آنکه پولش برآورده نتونست چند پول خرج شد نیست هر چیزی که به همین اقتصادیات و مادیات وابسته است من کار نداشتم نمیدونم سلامت باشید خب شما خودتون مؤلفی چندین از فیلم ها هستید و آخران فیلمی که البته بسیار نفران انتظار هستند این فیلم خانه امیدواریم که انتظار باشن این فیلم خانه من فکر میکنم که تا به امروز این سوال شاید به خوابهای شما در اومده باشد که کی میبرد فیلم کی میبرد واقعا همین خیلی است میلیون کس میپرسد و ما پیش از این یک 2-3 بار گفته بودیم که فلان روز میبراید مثلا من روزی نوروزی همین سال 23 اعلان کرده بودم که در تنین 1 مای میبراید ماه مای 1 مای بعد ماه مای میبراید خلاصه ماه مای انتظار شدم مردم اما نبرآمد و طولی همین قدر وقت ما تلاش داریم که همین فیلم براید اما این سوال به هیچ وقت جواب نداشتیم که کی میبراید اما حاضر جواب داریم و این جواب شاید اولین بار همین شنونده شما میشنون همینجا اعلام میکنیم سریال خانه انشالله خیلی امیدواریم که همین سال یعنی سال 2024 1 فوریه
یکم فوریه 2024 ساعت 18 در کینوخانه در یوتیوب کانال کینوخانه میبره. چی رو چوره رو جمع خونه میرویم؟ نه من هیچ کجا نمیروم. خونه میرویم خونه میرویم. من با هیچ کجا نمیروم. خونه میرویم من یک دقیقه هم نمیمونم که تو در این خونه بمونی. خونه میرویم دخترم. نه دختر جان من دیگر با دفت تو گرش نمیرم. خونه من همین من دیگر جای میرفتگی ندارم. التماس من دیگر بولکت مزاجای التماس. نه یادتون هست شب توی عروسی هم خودتان گفته بوده من با اون خونه دیگر راهی بازگشت ندارم. من که یکی دخترم رو نبینم یک جای بدنش زدگی سیوی کبود شدگی مقبوره دخترم گوش کن تو فکر میکنی که من هیچ چیز رو نمیدونم آخر همیشه میگفتی که زندگیت خوب تو خوشبخت هستی این احوال رو میبینم و جگرم میسوزه دختر جون آخر تو برای بدبخت شدن برای مشت و لگد خوردنت اینجا آمدی تمامی اولادم برای به شهریار به شوهر برآمدنت از تو روی گردانده همش به خاطر همین زندگی نه من دیگر نمیگذارم که یک طوری مویت اذیت کشم رفتی الو بهار شد نوروزت مبارک بچم نه آمدی بخشش مادر معاش دیر گرفتیم خورشید پولت لازم نه بیا آخر در دم پیریم از دیدارت سیر شوم انگورها چه خیل؟ انگور در فراقت آب و ادا شده به مویزی خشک تبدیل یافت انا در شیفت آویزم با انگوری امساله رسیده میویم پروا نکنید کاش که می آمدی بچم کاش که ниҳоятан бинандаҳои азизу арҷуманд вақту соати нахустнамоиши ин филм муайян яъне премера мегӯем муайян гардид ки шумо метавонед аз ютуб канали кинохона тамошо кунед сабаб дар чи масалан чанд бор шумо пешакӣ мегуфтед ки фалон рӯз премера мекунем яъне нахустнамоиш чаро ҳамун дар вақтҳои гуфтаи шумо нахустнамоиш рӯи кор намеомад برای آنکه همش وابسته به مبلغ بود ما برای 5 سری اول پول یافتیم از اینستیتوت جمعیت کوشاد و بعدا قرار شد که این 10 سری میشد برای 5 سری دوم کمتر دیگه مبلغ یافتیم از دفتر شویتزاریا اما وقتی که ما فیلم برداشتیم و جمع کردیم و وقتی پست پروداکشن آمد برای پست پروداکشن علاوه پول مبلغ مشکل شد چون ما اون زینه های گذاشتیم که مردم برای بعداً از کار کنم بعد پولش میگیرم این علاقه دیگه نمیشه زمان دیگه شد مردم میگه از من با پول میدم من بعد این کارو میکنم درست و همین ما دیگر هم مسئله مبلغ یافتن برای پست پروداکشن طول کشید فهمم مبلغی زیاد خرج شد برای فیلم چون 10 سری چون 10 سری است چون کلان است از خیلی کلان خب تخمینا چه مقدار من راستش گویم نمیخوام گویم به خاطر آنکه این شرم میدارم چرا چرا برای آنکه وقتی که میگویی که مثلا وقتی که تو میدونی که همین کار فرض کنیم 5 ثوانی ارزش دارد اما وقتی که
تو همه آدما همین کار برای 20 درام میکند و تو میگه که ما این فیلم 30 درام به برداشتیم. این یک شرم آور است، برای همین نمیخوام گویم شرم میدارم. لیکن گفتم میتواند که مبلغی زیاد، مبلغی همون قدر زیاد که مثلا باید مینیموم 5 برابر این مبلغ باید می بود برای آنکه همین هر نفری که همین کار میکند هنرمند از اینجا خرسند شده میرد، میگه که من فیلم بازی کردم و از فیلم من معاش خوب گرفتم. یا اینکه هر نفری که همین کار میکنه میگه من یک کاری خوب کردم، همین دفعه معاش ناز گرفتم. بارها این گونه سخنها به گوشی من میرسد که بعضی از فیلم برداران به خاطر مثلا اکانوم شدنش، اگر ساده تر کرده بگیم برای اکانوم شدنش، بعضی چهره ها رو استفاده میبرند که همون چهره ها مبلغ طلب نمیکنند و میگویند که این فیلم چهره تو رو چهره رمزی میگرداند. یا حتی شنیدم سخنهایی رو که برعکس از نقش آفرندگان مبلغ طلب میکنند که این فیلم تو رو مشهور میکند، زویزده میکند. این گونه راه و گسته رو استفاده نبردید؟ نه، ما این کار نکردیم، اما من اون نفری که همین کار میکنند من اونهای به این متهم نمیکنم، برای آنکه من که همین داخل همین کار به هستم، من میدونم که ویها به چه مشکلی ها همین فیلم میبردارن و اونهایی که همین کار میکنن فیلم میبردارن، اونها برای همون ایدهشون جامعه عمل پوشانیدن. خب همه کار کردن با آماده و این چیزایی که شما گفتید از جمله همون ذهنه هایی که این مردکا استفاده میکنن. اما من که خودم هنرمند هستم و اهل سازنده های کیناخانه که هنرمند هستیم، خب ما بسیار تلاش کردیم که قدر هنرمند احترام کنیم، جاش بمانیم و تا جایی که امکان ما شد تلاش کردیم که اونا مبلغشو نگیرن، تا جایی که امکانش بود هیچ کس استفاده نکنیم، تا جایی که امکانش هست هر کس قانع کنیم. نمیدونم تا چه اندازه ما این به وای شدیم، اما حالی من امیدوارم که نفرایی که تا امروز حالی معاشاشون نگرفتن یه روزی نقص انشاءالله میگیرن. معاششون رو نگرفتن از کی؟ از نقش آفری به فیلم خانه؟ نه، هنرمندا گرفتن، نفرایی که پشت صحنه کار میکنند. هنوز هم نگرفتن؟ نگرفتن، برای اینکه گفتم که مسئله پست پروداکشن و چیزا، من امیدوارم که این مسئله حل میشد و ما یک روز این صحبتای ما پس از چند سال یک افسانه می نماید. سلامت باشد. تا جای اطلاع دارم یکی از اساسگذاران سوخت سینما هستید. بله، ما 4 نفر مؤسسای سوخت سینما بودیم. بله، شما، محیدین مظفر، عاصم عارفپور و دیلارشو. چرا رفتید؟ خب سبب زیاد است. یکی از سببای کلانش که من از اونجا رفتم، من باید یا تئاتر یا سینما انتخاب میکردم. یعنی من که هم در تئاتر کار میکنم، در تئاتر کانیوادام، و اون وقت ما اینجا خوجند سوخت سینما کار میکردیم و همون وقتا بسیار وقتای جوش و خروش تئاتر کانیوادام فعالیتش بود. مثلا ما همون وقتا سفرهای خارجی میرفتیم با واسطه تئاتر و من نمیتونستم خودم دو تقسیم کنم، هم اینجا باشم هم اونجا، برای آنکه هر دوش کردن برای من واقعا مشکل بود و هم من میخواستم که یک تش کنم اما سالم کنم، درست کنم. و بعد من باید انتخاب میکردم، یا تماما اینجا میماندم یا تماما اونجا میرفتم. از بس که همون شب و روزا من از تئاتر زیادتر منفعت دیده بودم. مولوی؟
نه ما بیشتر موتیواسیونه مثلا ما با واسطه تئاتر دیگر کشورها میرفتیم سفرهای هنری میکردیم دنیای میدیدیم اندیشه ما تغییر میافت و اونجا موتیواسیش بیشتر بود برای من گفتم من اون طرف میرم همین سبب یکی از سببای کلانش همین خب برمیگردیم کجا سوق سینما نه چون ما کینوخانه داریم و اکثری همون بچه هایی که در اونجا بودن حاضر در کینوخانه هستن دلاشب عاصم جان. خب شما یکی از سبب‌هایش رو گفتید اگر گذاریم به دیگر سبب‌هایش ناگپی سر زد نه ناگپی چخل نه گپ سری ناگپی نه گپ سری چه گویم یکی از سبب‌های دیگرش رو مثلا مبلغ گفته میتونید یکی از سبب‌های کلانش مبلغ برای آنکه من همیشه فیلم به کار میکنم خب سالهاش که پولم انتظار میشم که کی فیلم میبراید کی فیلم در کینوتئاتر پولش جمع میکند کی همه دیگر آدما پولش میگیرد و من که از آدمای داخل همونجا هستم آخرین نفری میشم که من پولم میگیرم و این یکی از سبب‌های کلانش بود که من گفتم که این خیلی نمیتونه زندگی دوام کند. باپور اگه امروز مبلغتون رو گرفته یا هنوز هم باقی مونده است یک مبلغی معین از سوق سینما؟ بله نه ما سوق سینما که نال مناسبت سلام علیک اهلی بچه های سوق سینما در کینوخانه هستن دلاشب عاصم جان ما همه بچه های تئاتر همون یک جای هستیم با محیدین مظفر سلام علیک داره؟ ها سلام علیک داریم اما حالی همکاری نکردیم نقشه هم نیست در این نزدیکی ها حالی نمیبینیم شاید در عالم باشه. خب کینوخانه کیها اعضا هستند چند نفر چند نفر کارمند داره اساسگزارای کینوخانه بله کینوخانه این کی غیرت قادیروف خب دلاشب عارفزاده فرخ وحیدوف عاصم عارفپور خوشنود دادا و شما و من کی راهبر راهبری ما این خیلی ما همه چی میگه یک فضای جالب داریم ما همه ما تریتوری خود ما و راهبر مثلا غیرت قادیروف و دلاشب عارفزاده راهبری بخش مالیوی هستند هر چیزی که تعلق داره به فینانس آنها حل میکنن ما نمیدونیم مثلا هر چیزی که به ایجاد و این چیزا داخل دارد مسئولش من و همچنین فرخ و خوشنود و عاصم جان بیشتر فرخ و عاصم جان هر چیزی که به تبلیغ و این چیزا وابستگی دارد اونا حال میکنن و آخرین گپ وایها میگن چه خیلی باید کنیم وایها میگن هر چیزی که به مال داخل دارد چه خیلی باید شود مسئولاش میگن و ما این خیلی وای نداریم دیرکتری کینوخانه فلانه این خیلیش نداریم ولی هنوز اینجا نرسیدیم. خلاص گفته میتونید که مثلا شما رو سوق سینما ساخته است من گفتم میتوانم که من از سوق سینما زیاد چیز گرفتم تجربه زیاد برداشتم مکتبی بزرگ بود برای من اما من کجا ساخته است من در کجا ساخته شدم هنوز نمیدونم برای آنکه من هنوزم در جریان شکلگیری در جریان ساخته شدن قرار دارم و من حالی ساخته نشدم بهترین. خب وابسته اگر با فیلم خانه گوییم هنرمند چند نفر هنرمند نقش افتاده؟ راستش نمیدونم چند نفر شماریدگیم نه به خدا نشماریدم برای آنکه خب در این باره یکم فکر نکردم که چند نفر هنرمند بازی میکنه اینجا اما هنرمندای اساسا هنرمندای تئاتر کانیبادام غیرت قادیروف فرخ وحیدوف خوشنود دادا و یونس علی ارگاشف این 4 نفر بازیگرای اساسی مرکزی سریال خانه هستند و همچنین با اشتراک دیگر هنرمندای تئاترهای کشور. گفتن فیلم خانه عبارت از 10 قسم یعنی سلسله فیلم سریال میگوییم سریال
нақшо чӣ гуна аст? Масалан ҳафта як маротиба ҳар як серии он премьера мешавад? ها ما نقشه داریم که هر هفته یک سری چی کنیم نشر کنیم در کینوخانه و همین خیلی از یکم فوریه سر کرده هر هفته یک قسم آن نشر می شود پریمیره می شود. قبول. قبل از مثلا شروع ثبت یعنی برنامه شما گفته گذاشتید که خودتون کارگردان خودتون تنظیم میکنید کرده ایستادید خودتون سپیس افکت یعنی که با روح اصولهایی که دارد یعنی همش برداشت خودتون. چرا؟ برای آنکه ما مبلغ نداریم که یه نفر دیگر جلب کنیم این به. مثلا من بسیار نمیخواستم که فیلم منتج کنم بسیار میخواستم که یک نظر دیگر وارد شود اینجا و این فیلم منتج کند و خیلی که ما تا امروز دیدیم و ساختیم این یک چیز دیگر و یک نفر دیگر بیاد این دیگر خیلی سازه و نظری ما پرتر کند یعنی دانش و انرژی دیگر کس هم اینجا وارد شود و من بسیار میخواستم که دیگر آدم ها این کار کنن از بس که همین مسئله مبلغ چی شد قرار شد که من خودم میکنم. من همون خانه رو دوست میدارم وای خانه من خونه نافم همونجا ریخته است اونجا ما کلان شدم من به هیچ کجا نمی رفتم لیکن میخواهم که شما در شرایط نقل زندگی کنید ما در یک خانه بدالیز عمرمان رو گذراندیم اما میخواهم که شما در تقاره و آبریز نه در جکوزی آبوزی کنید برای پختن برای خوردن برای خواب برای استراحت برای همه یک جای الهیده داشته باشید یک خانه الهیده برای تو یک خانه چه برای میگان برای من استخانه وسیعی بر هوا برای مادرت باشد یک آشپزخانه زمانوی مشکل نه همش برداشت خودتون خوب یکی از سببای چنین طول کشیدن این کارم همین است که من هم خوب باید خودم کنم. چرا چهره خودتون نیست در فیلم؟ برای آنکه من نمیتونم خوب من راستش گویم من نخواستم اون نفری باشم که مثلا هم خودم کارگردانی کنم و هم روان اون طرف کامera بازی کنم. من خواستم بگذار چهره من نباشه اما فیلم خوب باشه. برای من مهم بود که فیلم خوب شد کار خوب شود و این ما برای همه ما مهم است. خب آنانی که مثلا هم کارگردانی رو بازی میگیرن و هم چهرهشون رو استفاده میبرن اندیشه شما چی است؟ من نسبت این خیلی آدما احترام دارم. هر نفری که همین کار کرده میتواند نوشش باد و اگر وای آدم فکر کند که همین کارش به کاری بازیگریش به کاری کارگردانیش خلل نمیرساند آفرینش. من نمیتونم دو کار یک جای کنم. من باید یا این چه کنم. فهمم. اولین سخنی من مبادا شما رو ناراحت نکرد. کدومش؟ اگر یادتون باشه من سخن رو سر کردم از اونی که مثلا با فکری بعضی از هموطنان ما که همین توجیه‌های ما که یاد میگیرن فیلم سازی واقعا درست است. من و تمام بچه‌های تمام ملت به تشویش میبرم. ما کی یاد میگیریم نهایت چقدر ممکن یاد نگرفتن ساختن و یاد نگرفتن اما هم خیلی نگاه کنید ما چه خیلی یاد گیریم وقتی که 5 سال به یک بار فیلم میسازیم. درست. من فکر میکنم که ما یگان روز یاد میگیریم نهایت همون روز فرا میرسد اما من نمیدونم کی. اکثری فیلمسازهایی که فیلم میسازن فیلمسازی بعدی فیلم ساختن یاد گرفتن
یعنی پیش از فیلم ساختن مکتب گذاشته بعد فیلم ساخته، اول فیلم ساخته بعد فیلم سازی یاد گرفت. همین درست است؟ این اوقا خوب نیست. البته خوب است مثلا وقتی که تو اینم می شود که تو کار کرده یاد میگیری، تو گویا وی دیپلم نداری اما تو همین کار کرده میتوانی، اینم خوب است. اما وقتی که تو مکتب میگذاری تو الکی چند قدم پیشتر به همون مقصد نزدیکتر بر وقتتر میرسی. پیش از اون که صحبت امروزمون رو جمع بس کنیم، چند سوال دیگر میخواستم وابسته با فیلم خانه دهم، پس اون با صحبتمون حسین انجام بخشیم. همین فیلم خانه که گفته ایستادیم کدوم منظور رو در بر میگیره؟ سریال خانه یک چند موضوع های داغی روزی جمعیت امروزی ما بررسی میکند. مثلا از جمله موضوع هایش که ما در ساوندترک علاقه بررسی کردیم، مسئله مناسبت برادران، مناسبت های فرزندان و پسران، مناسبت برادران، مسئله تقسیم میراث. این یکی از موضوع هایی که فیلم بررسی میکند. یک موضوع دیگر مناسبت های خانوادگی، مناسبت های زن و شوهر. قبول. هر یک قسمی فیلم عبارت از چند دقیقه یا چند ساعت؟ هر یک قسمی فیلم نیم ساعت طول میکشد. نیم ساعت طول میکشد و من فکر میکنم که من بسیار امیدوارم که سریال تا رفت رشد میکند و مردم نفرایی که مثلا این سری دیدن سری دیگر در سری دیگر یک چیزی بیشتر، یک چیزی بزرگتر انتظار شده میتونن. یعنی سریال ما در اساس فرموله سریال سازی نتفلیکس ساخته شده است، الگوریتم نتفلیکس استفاده شده است و من خیلی امیدوارم که برای مردم ما این چیز معقول میشد و اینها سه قسم های آیندهش انتظار میشن. قبول. اگر همش رو جمع کنیم عبارت از 5 ساعت، اگر هر یکی اون 30 دقیقه یعنی نیم ساعت باشد، همین خیلی گفته 10 قسم و 5 ساعت می شود. درست. اگر من 5 ساعتی عمرم رو 5 ساعتی وقتم رو با تماشای همین فیلم شما صرف کنم، چی داده میتواند به من؟ این بسیار سوال عجیبی. برای چی ما باید این فیلم بینیم؟ چرا ما امروز در زمانی که اینقدر وقت قیمت است و ما به جای نیم ساعت به این دیدن من میتونم در تیک تاک یا اینستاگرام 100 چیز بینم، چون اینو باید بینم؟ یکی از سبباش این که این فیلمی هست که زندگی من و شما بررسی میکنن، حیات امروزی ما، همین همسایه ما در این فیلم پیش از همه هر یک ما خود ما میبینیم، همسایه ما، برادر ما، خویش ما میبینیم. همین وقتی که با این فیلم میگذرانیم من باور دارم که ما پشیمان نمیشیم و این از جمله همون فیلم های میشد که من خیلی امیدوار که مردمی ما شرم نمی کنن گویان که این فیلم تاجیکی است. این فیلم من بسیار امیدوار که همین خیلی میشه، یعنی چیزی میشد که شرم نکنن و یا هم از اون که این فیلم تاجیکی هست و اینا فیلم تاجیکی میبینن شرم نکنن و ما هم که همین کار کردیم از کاری کردگی ما شرم نکنیم. من خیلی این به امیدوار. سلامت باشد. خوب گفتیم سریال خانه موضوع روز، داغی روز، اما یگان صحنه‌ای دارد که مثلا از واقع ریالی گرفته شده باشد، یگان از حیاتی یگان شخصی معین گرفته شده است. همین گونه صحنه‌ها دارد؟ بله. سریال خانه در اساس حادثه های واقعی ساخته شده است. یک میکسی یک چند حادثه های واقعی و با آرایش بدیعی، حتما آرایش بدیعی دارد و همچنین میکسی یک چند ژانرهای گوناگون، مثلا هم فاجعه دارد، تراژدی دارد، هم دراما است، هم لحظه های کمدی دارد.
یعنی ما تلاش کردیم یک کاری کنیم که همه طرفی مسئله های بررسی توانیم. قبول. شما قید کرده گذاشتید که هر یک قسم اون عبارت از 30 دقیقه مثلا برای به دست آوردن یک مبلغی معین، البته درآمدی مالیوی به یک نفر ضرر نمیکند، نمیشد که مثلا 2 یا 3 قسم اون رو یکتا کرده به یک کینوخانه ها بذارید؟ چون شما قید کرده گذاشتید که 1 فوریه نخست نمایش این فیلم در یوتیوب بله روی کار میاد. اول نمیشد که مثلا در کینوخانه ها؟ میدونید حاضر همین خیلی فکر در ذهن ما بود و ما اینو میخواستیم، اما ما یه از یک چیز وای میکنیم. خودش ما حالا در جای قرار داریم که سینمای تاجیک برای مردم تاجیک افتریتت نیست، هیچ چیزی نیست، یعنی آبروش به درجه نیست، یعنی نامش حمایه نکرده سنست. و حاضر اگر ما رویم مثلا 3 سریش نشان تیم و بعد گویم به حال این دوام داره، مردم از اونجا شاید با طبع خوش نرود و گوید که شما ما فریب کردید، نیمش نشان دادید نیمش نشان ندادید و با این کار ما برعکس ضرر میرسانیم. البته ما پول کار میکنیم اما ما به مقصد اساسی خودمون ضرر میرسانیم. مقصد اساسی ما این است که مردم سینمای دوست دارن، مردم به کینوتئاتر بیان و از اونجا به قول رودکی دوالین بروان. وقتی که ما نیمش نشان نمیتیم این میتوند ریاکسی بد دیاد. به هر صورت هرچی که پرسیدیم و هرچی که شما جواب دادید، فکر میکنم که از این سوال و از این پاسخ امروزی ما بیننده ما چندان قناعتمند گردیدن. اگر همین گونه باشد پس ما با مقصد رسیدیم. من در انجام برای اومدنتون رحمت میگویم. تشکر به شما که در برابر اینقدر سیرکاری برای ما وقت جدا کردید. زنده باشید. ما البته با سلسله فیلم خانه اومدی کارخانه هستیم، باری خانه هستیم. بگذار خانه نیو محله شود، محله نیو شهر نیو کشور، همین گونه فیلم های بزرگ حجم روی کار آمدن گیرند. کاشکی. تشکر به شما و اهل سازنده های همین برنامه و به اهل تلویزیون آزیا که شما همیشه به سینما بی‌توجه نبودید و با این کارهایی که میکنید برای رشد همین ساحه سهم میگذارید. سپاس به شما و به همه تماشابینا که وقتشون صرف کردن و این برنامه تماشا کردن. سلامت باشید. بینندگان عزیز و ارجمند، وظیفه‌دار هستم که در انجام یادآور شوم که همکاری برنامه ما، سرپرستی برنامه ما انیخترش مرکزی استоматологии صدف که برای ما قدر شرایطی ضرور و در کاری فراهم آورده استادن تا ما هر یک نشرهای برنامه‌مون رو ثبت کنیم و منظوری شما گردونیم. تنصیحت باشید، خاناباد باشید. مرحبا ба табобати асри 21. акнун дар маркази ташхисӣ бо табобати садаф на танҳо хизматрасониҳои стоматологӣ, балки барои солимии шумоён бемориҳои амрози дарунӣ, нервология, бемориҳои кӯдакона, касалиҳои дил, дарди пой, дарди миён, амрози занона, мардона, касалиҳои пӯст, қанд, бемориҳои аллергия ва дигар намуди бемориҳоро мутахассисони соҳибтаҷрибаи мо бо таҷҳизотҳои муосиртарин табобат мекунанд. барои беморон дар садаф тамоми шароитҳои зарурӣ фароҳам оварда шудааст. аз қабили ҳуҷраҳои бароҳат, ошхона бо пешниҳоди 3 маҳал хӯрокҳои лазиз, толори варзишӣ, толор барои тамошои филмҳо ва инчунин сайругашт ба маконҳои таърихӣ бо беморон. муҳимаш, беморон 24 соат зери назорати табибони мо қарор мегиранд. суроғаи мо шаҳри хуҷанд, микроноҳии Сиюм, рӯбарӯи беморхонаи вилоятӣ, паҳлӯи таваллудхонаи шаҳрӣ. телефон 92 888 88 64. агар хоҳед расидан ба ҳадаф, пас марҳамат ба садаф.